خبر کوتاه بود و پر از نکات ریز. تیتر خبر: تلگرام و اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی پرمخاطب در قالب پوسته رفع فیلتر میشن. توی این ویدیو قراره به این خبر بپردازم و همچنین در ادامه خبر اومده بود که استفاده از فیلتر شکن‌ها جرمه و قراره پالایش شکن ملی بیاد. چرا قراره فیلتر شکن ملی بیاد؟ توی این ویدیو قراره بهش باز بپردازیم. سلام به همه، خیلی خوش اومدید به کانال مهدی زمانی. توی این ویدیو قراره به یه سری مباحث جالب بپردازم. این ویدیو رو حتما تا آخر ببینید و بفرستید برای کسای دیگه که خودشون و شما رو توی خطر نندازن. چه خطری؟ متوجه میشیم. قبل شروع مبحثمون، استفاده از فیلتر شکن‌ها جرم شده و من و شمایی که الان دارید این ویدیو رو میبینید الان مجرم هستیم. البته دولت اومد اول گفتش که نه اینجوری نیست و ما هنوز بیخبر هستیم و بعدش اومد اعلام کرد که این برای عموم نیست، برای افراد خاص و افراد سیاسیه که باید بیان مجوز بگیرن. و همیشه هم توی این مملکت همینجوریه دیگه. قانونی که میاد اولش اینجوری کی گفت من که نگفتم، فلانی گفت تاش قانون اجرا میشه. حالا این قانون اومده و همه مردم رو تقریبا هدف گرفته و به جایی که بیان قوانین رو اصلاح کنن، قوانین بدتر تولید میکنن. خیلی جالبه. چند روز پیش دبیر شورای عالی فضای مجازی اومد گفتش که تلگرام و بعضی از شبکه‌های اجتماعی به شرط مشروط قرار رفع فیلتر بشن. حالا اون شرطا چیه؟ محمد امین آقامیری در نشست خبری نمایشگاه مطبوعات ایران گفت سکوهای اجتماعی که قوانین کشور رو رعایت کنن رفع فیلتر میشن. خب این خبر جدیدی نبود. از همون اول که تلگرام فیلتر شد گفتم به ما نماینده معرفی کنه، ما رفع فیلترش میکنیم. فقط کافیه قوانین کشور ما رو رعایت کنه، ما رفع فیلترش میکنیم. که البته هیچ کدوم این سکوهای پرمخاطب نمیان واسه ایران نماینده معرفی کنن و همچنان فیلتر موندن. و همچنین بعد حک قوه قضاییه یه سند جالبی در اومد که توش از پالدورف مالک تلگرام شکایت کرده بودن. خیلی جالبه. یعنی خودشون خندهشون نمیگیره این کارا رو انجام میدن. پس این خبر تازه‌ای نبود، چون از اول هر چی رو فیلتر کردن گفتن بیان قوانین ما رو رعایت کنن، ما رفع فیلترشون میکنیم. نمیگن قوانین ما شاید بیخود باشه، شاید با جامعه جهانی نخونه، شاید تو کل دنیا این قوانین اصلا مهم نباشه و قانونهای خیلی بیخودی باشه. میگن نه، قوانین ما رو حتما باید رعایت کنن. در ادامه آقا میری میگه که 3 تا راه برای رفع فیلتر اینا وجود داره. یکی که همون که گفتن نماینده معرفی کنه. دومیش میشه شرکت‌های خصوصی، دولتی، خصوصی یا هر چیزی که هست به عنوان نماینده اون شرکت‌ها توی ایران فعالیت کنن. که یعنی اگه ما دستمون به اونا نرسید، به اینا که میرسه، اینا رو خف کنیم. و سومیش اینه که این سکوهای پرمخاطب در قالب پوسته فعالیت کنن. پوسته چیه؟ تلگرام طلایی یادتونه؟ پوسته میشه اون. میخوام دقیق‌تر توضیح بدم. بعضی از این اپلیکیشن ها اوپن سورس هستن، یعنی برنامه‌نویسا میتونن ازش یه نسخه شخصی سازی شده بسازن. مثلا این دکمه ارسال مسیج رو میذارن یه جای دیگه یا هر کار دیگه که بخوان میتونن توش انجام بدن. حالا این وسط یه سری از شرکت‌ها، ارگان‌ها و هر چیزی میتونی اسمش رو بذاری برنامه‌نویس میان یه تلگرام شخصی سازی شده میسازن. نمونه قدیمیش هم که مثال زدم براتون، موبوگرام بود، تلگرام طلایی بود و خیلی اپلیکیشن‌های بدون فیلتر دیگه تلگرام. شاید با خودتون بگید چه خوب، اوکی، مشکلی نداره استفاده اینا، بسازم ما استفاده کنیم بدون فیلتر راحت بشیم. در ظاهر بله، شاید مشکلی نداشته باشن، ولی اون پشت سر اتفاقایی داره میفته که شما ازش بیخبر هستید. شما با استفاده این پوسته ها نه تنها امنیت خودتون بلکه امنیت تمام مخاطبینتون رو به خطر میندازید. شاید الان بگید چطور؟ چرا حرفای الکی میزنید؟ اثباتش خیلی ساده است. فقط کافیه توی اینترنت سرچ بزنید سامانه شکار تا ببینید که تلگرام طلایی، هاتگرام، موبوگرام و خیلی این اپلیکیشن هایی که قبلا بودن و استفاده میشدن چه بلایی سر مردم آوردن. این پوسته ها که معلوم نبود توسط چه شرکتی، چه نهادی، چه ارگانی ساخته شده بودن، به سرعت بعد از فیلتر اولیه تلگرام بین مردم رواج پیدا کردن و مردم خیلی راحت و بدون فیلتر از تلگرام داشتن استفاده میکردن. این تلگرام ها قابلیت دیدن آیدی تلگرام کاربر که اختصاصی هستش، یوزرنیم کاربر، شماره تلفن کاربر و همین اطلاعات برای مخاطبین کاربر، همچنین بعضی از چت‌هاشون، گروه‌هاشون و خیلی چیزهای دیگر رو داشتن و اینا رو داشتن توی یه دیتابیس ذخیره میکردن.
سال 99 اعلام شد که اطلاعات 42 میلیون کاربر ایرانی تلگرام هک شده و توی اینترنت قرار گرفته. همون موقع خود تلگرام بیانیه داد که این اطلاعات از سمت ما هک نشده، بلکه از طریق همین پوسته ها بوده که هک شده و تلگرام طلایی رو نشونه گرفت. در نهایت اتفاقی که افتاد، گوگل پلی این اپ‌های غیر رسمی رو حذف کرد که اون موقع اعتراض مقامات ایرانی رو داشت و حتی گوگل پلی رو می‌خواستن فیلتر کنن که البته الان فیلتر کردن و همین که این اپ‌ها از توی استور رسمی گوگل حذف شدن، کم کم از روی گوشی‌های موبایل هم حذف شدن و استفاده ازشون کم شد. واسه همینه که من همیشه توی ویدیوهام تاکید میکنم که فقط از استور گوگل شما اپلیکیشن رو دانلود کنید، از جای دیگه دانلود نکنید، چون به محض اینکه تغییرات خطرناکی روی این اپ‌ها قرار بگیره، گوگل این اپ‌ها از توی استورش حذف میکنه و همچنین اگه خیلی خطرناک باشه مستقیم از روی گوشی کاربر پاکشون میکنه. حالا فهمیدید نصب این اپلیکیشن‌ها دقیقاً چه بلایی سر خودتون و مخاطبینتون میاره؟ حالا شاید شما امنیت خودتون براتون مهم نباشه، ولی امنیت مخاطبینتون رو به خطر نندازید. و همچنین شمایی که این اپ‌ها استفاده نمی‌کنید، برای امنیت خودتون هم که شده برید شماره تلفن، اطلاعات اکانت، روی لینکتون میزنن برسن به اکانتتون رو از توی قسمت پرایوسی تنظیمات تلگرامتون بردارید که کسی نتونه، حتی مخاطبینتون هم نتونن شماره شما رو ببینن. در حال جمع‌آوری اطلاعات برای این ویدیو بودم که به یه سایت خیلی جذاب رسیدم. اگه میخواید ببینید تا الان چه اطلاعاتی از شما هک شده و کف اینترنت هست و داره دست مردم رد و بدل میشه، دست عده‌ای خاص، دست هکرها و دست بقیه، میتونید از این سایت استفاده کنید. سایت leakfa.com. این سایت توسط یک گروه مستقل ساخته شده و همچنین هیچ اطلاعاتی از شما رو نشون نمیدن به کس دیگه و فقط میگن اطلاعاتتون که هک شده اینا هستش و توی اینترنت هستش و اینکه شماره تلفن یا ایمیل ازتون میگیره. بریم با هم این سایت رو تست کنیم و قبل چک کردنم یه آمار جالبی توی سایتش هست، بریم و آمارم با هم بخونیم. آمار وبسایت: داده های موجود در تاریخ 7/2/2024 ساعت 2:20 ثبت شده است. 7/2. بکنم اطلاعات قوه قضاییه، هک قوه قضاییه هنوز توی این وبسایت نیومده. آمار پوشش ها رو میبینید. تعداد هش‌های غیر تکراری، یعنی تعداد افراد غیر تکراری که ریکوست زدن. این آمار به این دلیل بالاه که خب ممکنه یه نفر چند تا شماره تلفن داشته باشه. جمعیت ایران میبینیم. پوشش تخمینی داده ها 124%، خیلی جالبه. کل جستجوهای مؤثر 1,240,000 تا. جستجوهای نشر شده، یعنی این 1,240,000 نفری که سرچ زدن، 867,000 نفر اطلاعاتشون نشر پیدا کرده و 373,000 نفر هم اطلاعاتشون نشر پیدا نکرده. یعنی میشه گفت 70% کسایی که اومدن سرچ زدن اطلاعاتشون نشر کرده. عجیبه. این تعداد هش‌های غیر تکراری بر اساس شماره تلفن‌هاست گفتم دیگه، یعنی اینکه اطلاعاتی که لو رفته ممکنه چند تا شماره تلفن داشته باشه و طبق آمار جمعیت ایران یعنی کل اطلاعات لو رفته. خب نشریاتی هم که رخ داده: دولتی، تالار گفتگو، شبکه اجتماعی، شرکت خصوصی، مؤسسه تحصیلی و غیره. یعنی تعدادشو اینجا میتونید ببینید دیگه. بریم با هم یه سرچی انجام بدیم ببینیم چه اطلاعاتی از من کف اینترنت هستش. خب شماره تلفن خودمو میزنم، روی جستجو کلیک میکنم. بله میبینید که دیتابیس ایرانسل هک شده، اطلاعات من لو رفته: نام خانوادگی، شماره تلفن ثابت، شماره تلفن همراه، شهر، محل اقامت، کد پستی، شماره ملی. دستشون درد نکنه. پونیشا که عضو بودم لو رفته، کل اینا لو رفته. بانک ملت اطلاعاتش هک شده: نام خانوادگی، نام بهتر، شماره شناسنامه، شماره ملی، تاریخ تولد، شهر، استان، فلان 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 فلان، همش لو رفته. تپسی هم جدید اضافه شده، قبلا من تا بانک ملت رو میدونستم، حالا تپسی هم مثل که هک شده و اینجور چیزایی هم من کف اینترنت هست دیگه. خلاصه یه نفر این اطلاعاتو داشته باشه میتونه اصلا به عنوان من خودشو هر جا خواست احراز هویت کنه. خیلی جالبه نه؟ شما هم برید این سایت رو تست کنید ببینید چه اطلاعاتی از شما لو رفته و کف اینترنت هستش و نتیجه رو توی کامنت ها به من بگید. خب حالا تصمیم با خودتون که این پوست‌های غیر رسمی استفاده کنید یا استفاده نکنید. و اگه دقت کنید توی اطلاعات من سامانه شکار نبود. من میتونستم شماره یکی از دوستان بزنم که اونجا به عنوان اولین گزینه نوشته بود سامانه شکار. سامانه شکار همون توضیحاتی که بهتون دادم دیگه، 42 میلیون ایرانی اطلاعاتش لو رفت و خوشبختانه نه من نه دوستای نزدیک من از تلگرام طلایی و موباگرام و اینجور چیزا استفاده نکرده بودن. مسئله بعدی این بود که گفتم قرار فیلتر شکن بومی بیاد.
اولا اینکه چرا باید فیلتر شکن بومی میاد؟ خب شما فیلتر کردی، بیا رفع فیلترش کن. چرا میخوای فیلتر شکن بومی بدی؟ توی توضیحاتش اومده گفته که این تحریم شکنه، فیلتر شکن نیست. یعنی یه سری سایت ها از بیرون ما رو تحریم کردن و ما میخوایم به اونها دسترسی داشته باشیم، این استفاده کنیم. خب چه فایده داره؟ آدم میره فیلتر شکن استفاده میکنه که به سایت های فیلتر شما هم دسترسی داشته باشه دیگه. به چه دردی میخوره بیاد پول بده تحریم شکن از شما بخره؟ یعنی شما هم فیلتر کنی، هم فیلتر شکن بفروشی و ما بیایم هم برای رفع فیلتر حجم اینترنت گرون مصرف کنیم، هم فیلتر شکن از شما بخریم هی پول بریزیم تو جیبتون. خب بیا فیلتر رو رفع فیلتر کن، قانون رو عوض کن. چه مسخره بازیه. و نکته دیگه این که بدونید دوستان، با فیلتر شکن یه مقدار کار سخت میشه که شما رو ردگیری کنن و ترک کنن و هکرها شما رو هک کنن و اینا. و فکر کنید شما یه فیلتر شکن بومی استفاده کنید، خب کل مسیری که دارید میرید توی اون فیلتر شکن مشخصه و کامل رصد میکنن دارید چه اتفاقی میفته. به نظر من اگه قرار است فیلتر شکن استفاده کنید، اولا فیلتر شکن‌های خارجی استفاده کنید. تو نسخه بعدی این ویتوری و اینجور چیزا استفاده کنید. اگه نمیتونید اون فیلتر شکن استفاده کنید. در نهایت در آخرین نسخه بیاید فیلتر شکن بومی استفاده کنید. هدف این ویدیو شفاف سازی اطلاعات بود که اینکه شما خودتون آگاهانه تصمیم بگیرید از چه چیزی استفاده کنید. اگر این ویدیو خوشتون اومد، حتما ویدیو رو لایک کنید، کانال منو سابسکرایب کنید. یادتون نره این ویدیو رو واسه دوستاتون بفرستید که اونا هم بتونن آگاهانه انتخاب کنن. تا ویدیو بعدی، خداحافظ.